سوال دیگر همین است. وقتی که نماز میخونید میشوید بعد دیوتون میرسید که همین لباس ها نمازی نبودن. بعدی نماز بعد دیوتون میزند که لباس ها نمازی نبودن. وقتی که بعدی نماز به خاطرتون میرسد که لباس ها بی نماز بودن، نمازتون درست است. گشته از نو اعاده کردن شرط نیست. فراموش کردید، الله تعالی فراموشی بخشیدگی هست. قد فعلت گفت وقتی که صحابه های نماز کردن که وقتی که ما این نسینا او اخطانا، ای الله ما رو مغفرت کن اگر ما فراموش کنیم یا سهوان کنیم. این نسینا او اخطانا، خطا کنیم. یعنی خطا یک گناه شما صادر میشد نه قصداً، ناگهان. ما رو ببخش. الله تعالی که قد فعلت، من همین کار کردم، یعنی بخشیده شد. بنابراین فراموشی اصلا لباس نجاست قطعی نماز خواندن درست نیست. لیکن شما که فراموش کردید عوض کردنه، الله تعالی عفو کرده است.